سلام به عشقای ابدی، امیدوارم خوب باشین، حالتون عالی باشه این روزا. میدونم تابستون داره تمام میشه، واقعا برای بعضی خیلی سنگینه مخصوصا خودم. ولی اینکه خبر بعد اینه که چنلم گوشیمو که چون گوشیمو اومدم گوشیمو چیز کردم، فلش زدم، اون چنل قبلیم پاک شده. یعنی الان من کلا بچه اون داداشم اون پشت الان یه چنل تازه زدم که چون گوشیمو فلش زدم میتونیم بازی فری فایر بذاریم. یعنی الان میخوایم بریم فری فایر بازی کنیم. اگه دیگه صحبتی نمیمونه، لایک و ساب یادتون نره، چه مثل چنل قبلی بهتر کنید. مطمئنم که این چنل خیلی بیشتر ویو میگیره چون فری فایر داریم بازی میکنیم. مثلا اینکه بریم با هم دیگه فری فایر بزنیم. خب بچه بریم مثل کاراشو بکنیم. برای کیفیت هم ببخشید. خب تازه شروع کردیم یه فری فایر رو، چون میشه گفت همین دیشب نصبش کردم. خب کم کم بریم تو بازی و یه بتل رویال بزنیم. اونا رو بگیر اول تا ویدیوهای بعدی. چه بزن ببخشید بابت کیفیت و صدا. خب بریم تو بازی کم ببینیم چه کاری. تفنگ جدیدی که بهمون نداد دیگه، چون همون فقط یه اسکیل بهمون داد، اسکیل تفنگ بهمون داد که بهمون جای داد. یه فکر کنم کم کم بریم تو بازی. همیشه من یعنی تقریبا یه دو بار پیش، دو بار که یعنی نه مثلا قبلا دو بار که فری فایر نصب کردم تا بازی کردم، همیشه چی میگن، همیشه اون راند اوله برام خیلی آسون بوده. اون راند اوله خیلی برام آسون بوده تا راندهای دیگه. بریم بازی کنیم ببینیم چطوریه. یه لحظه این چیزشو زدم. خب بریم یه دست فری فایر بزنیم و بعدش دیگه بریم ویدیو رو ببندیم و بریم سراغ ویدیوهای بعدی. چقدر تایم رفته؟ 3 دقیقه و 15 ثانیه. باید تفنگ پیدا کن. بزن اون دوتا رو دیگه. اون دوتا رو باید بزنیم. بزنشون. بچه از این فرصت استفاده کنم، لایک و ساب یادتون نره، حتما حمایت کنین و اینکه دیگه آره
اون زنگوله رو هم بزنید، زنگوله با نه، اون زنگوله رو هم بزنید که ویدیوهای بعدی که براتون میاد رو حتما با خبر باشید. حالا فعلا با فری فایر میریم جلو، تا یکی دو تا ویدیو از فری فایر بذارم، بعدش میریم بازی های دیگه. یعنی مثلا میشه یه روز در میون شاید فری فایر بذارم و بازی های دیگه هم بذارم تو اون یه روز در میونه. من برای چنل قبلیم یه دونه برنامه ریخته بودم، ولی دیگه کل برنامه هم نابود شد. این برنامه من بود دیگه کلش نابود شد. خب بل کنیم بریم سراغ بازی، زیاد حرف زدیم. بزن دیگه اونا رو. ساعت چنده؟ ساعت 10:35. برو هی بچه ها من فهمیدم که اینجا دوربینم قطع شد، بازم معذرت دیگه، فعلا تا اینجا شو بدون تصویر میبینید.